تلگرام کانال به مقامات قدرتی روسیه نزدیک بازا روز 16 ماه سال 2024 خبر داد که در رابطه به حمله خونین روز 22 مارس در تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال باز دست کم 5 نفر دیگر را دستگیر کردند که همه آنها از تاجیکستانند. نسبت گمان برشوندگان بر اساس چند ماده با اتهام سوءقصد به حمله تروریستی، تشکیل فعالیت سازمان تروریستی، غیر قانونی به دست آوردن سلاح و غیر قانونی تیار کردن ماده‌های ترکننده پرونده های جنایتی گشودند. همه این پرونده ها را به پرونده حمله تروریستی در کراکوس سیتی هال همراه کردند. بنا به معلومات مقدماتی همه گمان شوندگان شهروندان تاجیکستانند. به گفته منبع های بعض آنها پیروان سازمان تروریستی ولایت خراسان می باشند. بنا به اطلاع بعض در رابطه به حمله کراکوس بر اساس ماده 238 کودکس جنایتی روسیه با اتهام درست محافظت نکردن بنا که باعث مرگ شماره زیادی آدمان شده است نیز یک پرونده دیگر گشودند. قبلا خبر اومده بود که مقامات امنیتی امریکا هنوز 2 هفته قبل از حمله کراکوس مقامات روسیه را از آمادگی به حمله تروریستی خبردار کردند. حتی معلومات دادند که تالار کنسرت‌های کراکوس میتواند هدف حمله قرار بگیرد، ولی مقامات روسیه نسبت به این معلومات فارغ‌بالی نشان دادند. خبر به دست داشتن در حمله تروریستی باز 5 زاده دیگر تاجیکستان در حالی است که بنا به گزارش‌های قبلی در مجموع با اتهام مربوط به حمله تروریستی کراکوس در روسیه تا امروز 19 نفر دستگیر شدند که 17 نفرش از تاجیکستانند. روز 16 ماه دادگاه نویای بسمانی شهر مسکو زمان حبس پیشکی 8 نفر از متهمان را که همش از تاجیکستانند تا 22 آگوست تمدید کرد. 4 نفر آنها فریدون شمس‌الدین، مرادعلی رجبزاده، محمد صابر فیضوف و دلیرجان میرزویف عاملان بی‌واسطه حمله تروریستی شمرده شده. مهلت کنونی حبس پیشکی آنها 22 ماه به انجام می رسید و با 3 ماه دیگر تمدید کرده شد. همه آنها بر اساس ماده 205 قسم 3 بند ب کودکس جنایتی روسیه به انجام حمله تروریستی عیبدار می شوند. با آنها بر اساس این بند قانون از 15 تا 20 سال زندان و یا حبس عمرباد تهدید می کند. اما با در نظر داشت شماره قربانیان حمله کراکوس به احتمال غالب این 4 نفر را حکم حبس ابد خواهند داد. یادآور می‌شویم شام 22 مارس سال 2024 افراد مسلح قبل از کنسرت گروه موسیقی روکی پیکنیک وارد تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در کراسنogorsk شده ازدحام را تیرباران کردند. این حمله 145 کشته به جا گذاشت. بر اثر تیرباران 40 نفر کشته شده، 105 نفر دیگر در سوختاری که بعد آن فرا گرفت جان خود را از دست دادند. در عموم با اتهام مربوط به حمله تروریستی کراکوس در روسیه تا امروز 19 نفر دستگیر شدند که 17 نفرش از تاجیکستانند. در پی اشتراک زادگان تاجیکستان در حمله خونین تروریستی از نام سازمان تروریستی داعش، مناسبت مقامات روسیه نسبت به تاجیکان شدیداً بد شد. هزاران نفر از شهروندان تاجیکستان در مرز روسیه با قزاقستان و در فرودگاه‌های روسیه درماندند، زیرا تفتیش آنها طولانی شد. 100 نفر از آنها از تفتیش گذشته نتوانستند به تاجیکستان اخراج کرده شدند. چنین برخورد نسبت به تاجیک‌ها باعث تنش بی‌سابقه در روابط دوشنبه و مسکو شد و حتی سفیر روسیه را به وزارت خارجه تاجیکستان دعوت کرده به او نوت اعتراضی سپردند. این هم در حالی است که این شب روز عین اوج موسم رفتن به مهاجرت کره صبح می شود. قرار معلوم هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کره تاجیکستان به خاطر تامین روزگار به روسیه به مرز کره می روند و میلیاردها دلاری که این مهاجران به وطن میفرستند نه فقط منبع اساسی درآمد اکثر عائله‌های تاجیکستان بوده، بلکه یک عامل مهم تامین پیشرفت اقتصاد و سودا در این فقیرترین کشور شوروی سابق نیز دانسته می شود.